هی گایز، مهرانم و خوش اومدیم به یه ویدیو جدید دیگه. بچه‌ها یه ویدیو ویژه داریم، میریم برای بهترین تنظیمات کارت گرافیک اینتل که بعضی نوشتن من ویدیوشون هنوز نساختم، اینتل داشتن و تنظیماتشون درست بلد نبودن یا می‌خواستن FPS بالاتری داشته باشن. پس بریم که خیلی سریع ویدیو رو ببینیم که من تک تک گزینه‌های مهم رو بهتون توضیح بدم. بچه‌ها اول که بهمون میگه باید درایور اینتلمون رو آپدیت کنیم، یعنی همون کارت گرافیکمون رو آپدیت کنیم. بچه‌ها میرین تو سایتی که داخل دیسکریپشن براتون میذارم، اینجا نسخه بتا ARC رو دانلود میکنیم و بچه‌ها یه برنامه دیگه باید دانلود کنیم به اسم DDU. ولی خب لینک اینم داخل دیسکریپشن میذارم براتون که دانلودش کنید. بچه‌ها وقتی دانلودش کردید باید بریم داخل سیف مود. حالا چجوری بریم داخل سیف مود؟ نگاه کنید همینجا خودش میگه. بچه‌ها کلید شیفت رو بگیرید، خب بعد سیستم رو ریست کنید. از اینجا تو استارت ریست شیفت رو بگیرید ریست کنید تا این صفحه براتون باز شه. این صفحه که باز شد ببینید میریم داخل ترابل شوت، بعد میریم ادوانسد آپشن، بعد میریم استارتاپ ستینگ، اینجا ریستارت میکنید. اگه پسورد داشته باشین همون پسورد کامپیوترتون میخواد، اگه نداشتید که بازم اینتر میکنید. اینجا بچه‌ها ببینید enable safe mode 4 عدد 4 رو روی کیبورد میزنید و میره توی سیف مود. بچه‌ها توی سیف مود اون برنامه DDU بود، اون رو دانلود کردید، یعنی دانلود که کردید DDU رو باز میکنید. بعد باید چیکار کنیم؟ کارت گرافیکمون رو کامل پاک کنیم، کارت گرافیک اینتلمون رو کامل پاک کنیم و از صفر نصب کنیم. حالا نصب کردنش رو جلوتر بهمون میگه. میزنید روی جی پی یو. اینجا بچا اگه ویدیوهای AMD یا انویدیا دیده باشید ما روی اینتل نمیذاشتیم دیگه، الان میذاریم روی اینتل. بعد چیکار میکنیم بچا؟ گزینه اول رو نمیزنیم ما، نه خودش میگه گزینه اول رو میزنیم. خب ما به روش خودش بریم. آره نمیدونم بذار ببینیم کدوم گزینه رو میگه. آره میگم که گزینه دوم رو باید بزنیم. بچا بعد اینکه گزینه دوم رو زدید و کارت گرافیکتون کلا پاک شد، بعد سیستم رو ریست میکنیم، یعنی برمیگردیم به همون حالت عادی همیشگی. وارد کامپیوتر شید و اینجا بچه‌ها GFX یا همون اون نسخه بتایی که از سایت اینتل دانلود کردید اینجا باز کنید. خودش مثل یه لانچر اینتل رو براتون باز میکنه. بچه‌ها با برنامه ARC درایورتون رو دانلود کنید و نصبش کنید. خب بچه‌ها بعد اینکه گرافیکتون نصب شد، برنامه ARC یعنی رو کامپیوترتون نصب میشه دیگه. بعد برنامه‌اش رو باز میکنیم و میایم بهترین جاش کجا، یعنی پرفورمنس. میاد داخل پرفورمنس، اینجا روی پرفورمنس تونینگ و کانفیگش کلیک کنید. وقتی که کلیک کنید بچه‌ها اینجا چی میاره؟ فن اسپید کنترل اتوماتیکه. میذاریم روی اتوماتیک تا اینجا که خودش میگه، بعد میبندتش. نمیدونم چرا ولی بس. خب میریم توی اپ پرفورمنس، جنرال و لو ایمپکت مود. میخواد چیکار کنه نمیدونم. بچه‌ها هر کار که میکنه شما انجام بدین، ولی من بازم چیزایی که مهم باشه رو بهتون میگم. تا اینجا دیدید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. لایک کامنت لایک. بچه‌ها حواستون باشه اینجا داخل گلوبال گیم ستینگ یک گیم کامپتیبیلیتی داره که باید دیزیبل باشه. بعد میاد داخل پست پروسسینگ رترو اسکیلینگ تایپ رو دیزیبل میکنه یا نه، دیزیبل میکنه یا نه. نه بچه‌ها دیزیبل نکرد، روی گزینه فیکس گذاشت. میاد داخل گیم. بچه‌ها اینش خیلی خوبه، داخل هر گیم یه کاری میکنه گلوبال ستینگش رو بردارید. خب نمیخواد تمام تنظیمات رو برای همه گیم‌ها انجام بدید، برای هر گیمی تنظیمات خودش رو برای انجام بدید. حالا من برای همه گیم‌ها یعنی بیشتر گیم‌ها ویدیو دارم، اگه خواستی تنظیماتش رو انجام بدید از اون میبینید. و بچه‌ها این گزینه خیلی مهمه، شارپ کردن. من توضیح کامل دادم، نیاز نداره توضیح بدم بهتون. من فقط بهتون میگم که خیلی دیدتون رو دقیق‌تر و بهتر می‌کنه، مخصوصا تو بازی شوتینگ. بچه‌ها اینجا شارپ مثلا باعث می‌تونید بیشتر و کمتر کنید که داخل اینتل این داستان خیلی باحاله. داخل AMD و NVIDIA یکم دردسر داره. بچه‌ها اینجا داخل پرفورمنس سمت راست گزینه GPU کور پاور لیمیت، اینو تا آخر کنید. قرار نیست مشکل برای گرافیکتون پیش بیاد و بیش از حد ازش استفاده کنه. تا جایی که نیاز باشه استفاده میکنه که داخل گیماتون اذیت نشید. پس این گزینه تا آخر کنید. الان خودش هم تا آخرش میکنه. پس کمش نکنید، چون لیمیت بذارید روی کارت گرافیک اصلا کلا اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همینجوری خود شرکت‌ها بچه‌ها لیمیت میزنن روشون. شما دیگه نمیخواد لیمیت بذارید روی کارت گرافیک یا FPS تون. و بچه‌ها این دو تا گزینه بالایی هم بخوام بهتون توضیح بدم، اصلا بچه‌ها مثل انویدیا و AMD نیست. اصلا گزینه‌های خاصی نداره. خیلی بچه‌ها دستمون رو بسته اینتل تا بتونیم به تنظیماتش دسترسی داشته باشیم. یعنی 4 تا گزینه برامون گذاشته، گفته همینی که هست. استفاده می‌کنی یا نه؟ اصلا مثل انویدیا اینتل نیست. انویدیا AMD. یکی هم ازش ناامید شدم. خیلی آپشن‌های بیشتری باید برای ما میذاشت ولی خب نذاشته. حالا بچه‌ها بهتون بگم یکی جی پی یو پرفورمنس بوسته که از گرافیک شما بیش از حد استفاده میکنه برای جاهایی که خیلی نیاز دارید و سعی کنید مثلا
4-5 ساعت بیشتر استفاده نکنه از این گزینه. یعنی مثلا من میخوام برم 5 ساعت یه بازی یکم سنگین یا 5 ساعت میخوام FPS هم بیشتر باشه، پس این گزینه شما میتونید یکم بیشتر کنید، اصلا میتونید تا آخرش کنید، ولی بیشتر از مثلا 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت ازش استفاده نکنید، همیشه روشن نباشه. پایینی هم که ولتاژه بچه اونو اصلا دست نزنید، همون صفری که هست همونی که هست، یا اصلا هر چی که بود از شما اصلا دست نزنید بهش، هر چی که بود. و بچه‌ها همین دیگه، اینتل اصلا تنظیمات خاصی نداره، ولی خب اگه یه جوری تونستیم بهشون دسترسی پیدا کنیم براتون دوباره ویدیوشو میسازم. اینم برای اونایی که اینتل داشتن. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و بچه‌ها دو تا ویدیو سمت راستم خیلی مهمه، حتما برای سیستمتون ببینید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. بای.